یک دو روز شد که به امر تقدیر ما از تاجیکستان به همین مجلسی بگیم که ورشوا آمدیم برای حمایت حقوق بشر. واقعا از همون نفرهای پیمان ملی یگان تا یگان تشمیه به هر نام خودش پنهان میکنه و سوالا میته. خیلی ما درک میکنیم که همه اینها یک تا هستند و همون سرکردشون کبیری را سخناشای و پیمانی هموهای سخنی هموهای همون روانشون میکنه. برای همه یک خواهش دارم که اگر کبیری تو مرد باشی بیا یک جای میشینیم بگذار همون طرفدارای تو طرفدارای ما کسی باشن نباشن ببینن یک بها بتن حقیقت در کجا هست بفهمن. دیگه مرد نباشی این خیلی هر کس پیش من روان نکن. مرا ملا عبدالرحیم کلوبی میگن ای هزار بیتری خراب ها من نمیترسم. برای همین مرد باشی یک جا میشینیم گپ میزنیم ایده طرف شاهدا باشن بیگانه ها با بتن